سلام دوستای عزیز من. بچه ها، من یه مقدار سرما خوردم و صدای مقدار گرفته، عذرخواهی میکنم پیشا پیش. اومدم براتون با یه فال تاروت جدید و امیدوارم که مورد قبولتون قرار بگیره. روزای پایانی پاییز برگریزون زیبایی رو پشت سر گذاشتیم. امیدوارم که زمستون امسال براتون مثل دونه های برف زیبا، روشن و خوشیوم باشه. خب بچه ها، نیت کنین. میخوام برگ تاروت رو به 2 قسمت براتون تقسیم کنم و شماها بین 2 دسته یک دسته رو انتخاب کنید. نیت کنید به 2 دسته تقسیمش میکنم براتون به این شکل و شما بین 2 دسته یک دسته رو انتخاب کنید، دسته اول و دسته دوم. مدتی بهتون زمان میدم چشماتون رو ببندید و از کائنات بخواید اون چیزی که در دل و ذهن خودتونه. بعد از پایان نیت من از دسته اول شروع میکنم برای گرفتن فال تاروت. براتون برگ میکشم و امیدوارم که براتون خیر باشه. نیت کردید؟ خب بریم برای دسته اول. اونایی دسته اول رو انتخاب کردن، دسته یک رو 2 رو کنار میذاریم. دسته اول من برگار میکشم. بله، از هر دسته 7 تا برگ براتون میکشم. خب دوستای عزیز من، تعادل و تعادل در امور احساسی، مالی، هر چیزی که تو زندگیتون حکم فرمای رعایت کنید. لطفاً تعادل رو رعایت کنید. خانواده ازتون رضایت کامل دارن. شوق، اشتیاق، یک نوع خوشی در خانواده دارید. شما صدقه بدید، صدقه کنار بذارید. حتما برای ورود به زمستانی که برای هممون خیلی خوب، خوش و خیر باشه، صدقه کنار بذارید. کار دادگاهی، قضاوتی چیزی دارید، این کار با موفقیت سپری میشه و هیچ مشکلی در این زمینه برای شما پیش نمیاد. یه ملکه‌ای، خانومی هستید که به فکر از دست دادن مالی هستید. انگار دلخواه مقدار پولی که از دست دادید. بهتون وعده یک داده تا یک وعده دیگه این پول بهتون برمیگرده. تاروت داره بهتون میگه شما 4 عنصر قدرت رو دارید، خودتون رو دست کم نگیرید و فکر نکنید که همه چیز تمام شده. خیر، شما در مسیر و شروع راه جدیدی هستید و امیدوارم که این مسیر رو با موفقیت پشت سر بذارید. یک عنصر مرد، همخون، پدر، برادر، کسی که از شما حمایت میکنه. این عنصر همیشه کنار شما و امور کاریش رو به شما میسپاره و شما رو در زمینه کاری، مالی عهده‌دار میکنه و حمایت خوبی از سمت این شخص دارید. این فال برای کسایی بود که دسته اول رو انتخاب کرده بودن و میریم برای دسته دوم. بچه‌ای که دسته دوم رو انتخاب کردید، از سمت یک همسان، اگه خانم هستی خانم و اگه آقا هستی آقا، از سمت یک همسان شما ناامیدی در انتظارتونه. کسی که وعده‌ای بهتون داده، قولی داده و شما رو ناامید میکنه. من دارم براتون کار دعایی میبینم. مسیرتون بازه ولی انگار خودتون برای خودتون دعایی زدین، مثل رزق روزی، مثل یه دعایی که گره به کارتون انداخته. باز داره تاروت بهتون میگه شما پادشاهی، ملکه‌ای، حکم به دست توه. پس از کار دعایی، از اینجور امور بیرون بیا و خودتو سرگرم این مسائل نکن. به هدف اصلی خودت اکتفا کن. خنجر داری عزیزم، خنجر داری. مراقب اطرافیانت باش، به همه اعتماد نکن، راز دلت رو پیش هر کسی نگو. لطفاً لطفاً لطفاً. به یک مهمانی، جشن، دور همی و یک سور دعوت میشی که خیلی برات خوبه. هم حال هوا، هم روحیت عوض میشه، همین که خیلی بهت خوش میگذره. این اتفاق تا 3 وعده دیگه است. فال دسته دوم.